اینجا در کابل برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گزارش تازه‌ای را زیر نام بررسی اجتماعی اقتصادی افغانستان در مورد اقتصاد کشور در سالهای 2024 و 2025 به نشر رسانده و در آن آمده که بازگشت کم سابقه مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک‌ها افغانستان را بیش از پیش با بحران روبرو ساخته است. در این گزارش آمده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پی هم رشد محدود را ثبت کرده، به گونه‌ای که رشد تولیدات ناخالص داخلی از 2.3% در سال 2024 به 1.9% در سال 2025 کاهش یافته است. استفان رودریکس، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، میگوید که 3 نفر از هر 4 نفر که معادل حدود 28 میلیون نفر می شود قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و از 16.5% کمک‌های جهانی در سال 2025 نیز کاهش یافته است. آقای رودریکس تصریح کرده که بازگشت 2.9% در سال 2025 و 5 میلیون بین سالهای 2023 تا 2025 فشار بیشتر بر خدمات و منابع معیشتی وارد کرده است. We know, and you'll see it in the presentation, that the economy had modest growth last year, that inflation remained relatively stable and contained. ما می‌دانیم و شما در نمایه دیدید که اقتصاد افغانستان رشد محدود در سال گذشته داشته و تورم به گونه نسبی ثابت است و وجود دارد. نظام حاکم هم اولین راهبرد ملی توسعه خود را ساخت. این همه مثبت است و ما موردهای بیشتر آن را می‌خواهیم. چالشی که اینجا وجود دارد این است که این رشد محدود کاهش فرصت‌های کاری و دسترسی نداشتن به سهولت‌های زندگی برای مردم است. در این گزارش همچنان آمده که کسر تجاری افغانستان به دلیل افزایش شدید واردات و رکود صادرات در سال 2025 به رقم بی‌سابقه 11.3 میلیارد دلار که معادل حدود 60% تولید ناخالص داخلی کشور است رسیده است. در بخش دیگر این گزارش محدودیت‌ها بر زنان و دختران را سبب کم شدن نیروی کار و تضعیف ظرفیت اقتصادی کشور دانسته است. همزمان سفیر ژاپن در کابل نیز با قدردانی از نشر این گزارش از سوی برنامه توسعه سازمان ملل گفته که افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده اقتصادی روبرو است و توکیو متحد به پشتیبانی از مردم به ویژه زنان و دختران افغانستان است. Japan firmly believes that the right and the dignity of women and girls are essential for Afghanistan. ژاپن به حقوق و کرامت زنان افغان و آینده خوب این کشور باورمند است. ژاپن برای سالهای متمادی در کنار مردم افغانستان ایستاده و حمایت‌هایش را در بخش‌های کمک‌های بشری، صحت، معارف، زراعت و در زمان وقوع رویدادهای طبیعی انجام داده است. ما متحد به حمایت از زنان، بیجا شدگان و مهاجران افغان هستیم. گفتنی است که در گزارش بررسی اجتماعی اقتصادی افغانستان نیز آمده است که شیوه خشکسالی 2 برابر شد و 64% کشور را زیر تاثیر قرار داده است. کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان در سال 2025 کاهش 16.5% را تجربه کرده و با گذشت هر روز نیازها در این زمینه بیشتر می شود.